آقای رفیق گریختند. قوت من نرسید پسرم. از پسش دویدم اما او رو نیافتم. شد مادر جان، بسیار غم نخورید. چه خیلی غم نخورم پسرم. رفته همش رو به حمید نقل میکنم. از اینجا گریزید پسرم. شما مرا همینجا منتظر شوید. به کجا میروی؟ به نزد آقای حمید. ایستا پسرم. پسرم به اونجا نرم. اگر رفیع فهمیده باشد آمده به حمید میگوید دیگر اینجا نیستید، گریخته روید دخترم. دادر دلو بیمار است، همین که زیاد شد میرویم. مایلش. اکا چرا شما از جویتان خستید؟ آخر شما بیمارید، برای چی خستید؟ با من بیا، با تو یک گپی مهم دارم حمید. میلش اکا میلش، بیاید به درون گذاریم. بخیر است اکا، اون گپی مهمتون چی بوده است؟ اینجا شین. پس از شنیدنش باز سکته دل نشوی. تو برات را در آسمان میجستی، لیکن برات در تگ بینیت بوده است. اگر از برای خدا گپ را دراز نکنید، زود گپتان را گویید. با من خوب گوش کن، اگر گویم باوریت نمی آید خودت را به دست گیر حمید، که بودنی برات را به تو میگویم. گوید اکا، گوید آخر. دکتر طاهر انا همان برات است. باز نافتی. چی گفتید؟ یک بار دیگر گوید. طاهر برات است میگویم. شما چه میگوید اکا؟ شما چی گفتنتان را میدونید اکا؟ آخر دکتری گفتهاتان دامادی من است. البته دامادمان پسر زلال برات است. در خانه همان ما را پرورش نمودیم. حامد اکا شما چی ها میگوید؟ آخه این چه گپ است؟ وقتی که دکتر با مادرش گپ میزد شنیدم. زینب هم آنجا بود، او نیز میداند. توبه خدای توبه. اکا بیمارت گفته هیچ چیز نگفتم، لیکن حالا عقلتان پسرتان نآمده است. این مراتبه چندم است که دروغ میگوید؟ مرا قاتل دامادم کردنید؟ شما چی مقصد دارید اکا؟ با فکرت من دروغ میگویم؟ دروغ میگوید. با خدا راست. خدایا با من صبر ده، از برای خدا بس کنید اکا، بس کنید اکا، گپ نزنید. کفایه است اکا، کفایه. دخترم چی شد داماد؟ برای معاینه آقای رفیع آمدم. در نبودن ما کم از نقطه طبی گریختند. طاهر خواطر شده از پسشان آمد. پسرم اکم رو خوب معاینه کنید، با فکرم دیوانه شده است، مرا هم دیوانه کردن میخواهد. خدای توبه، دکتر برات بوده است. یا توبه. آقای رفیع چرا از نقطه طبی گریختید؟ با دلتون ضرر دارد، استراحت کردنتان لازم. دفع شو از نظرم. فکر نکن که نجات یافتی. حامد به من باور نکرد، لیکن که بودنت را حتما اثبات میکنم. حالا میبینی تو را نیست و نابود میکنم. چی گپ شد پسرم؟ آرام شوید مادر جان، جای خواطری نیست. پدرم با امکم باور نکردند. واضح باور نکرد، لیکن اگر بعد باور کند چی می شود؟ مادرت راست میگویند. در اینجا ماندنمان خطرناک است. فردا صبحی بر وقت براه میبرایم زینب. خیلی خوب می شود طاهر. باید پیش از برابر آمدنمان تو رو معاینه کنم. مایلش. پس از رفتن ما برات بودنم آشکار میگردد. وقتی که آقای حمید ما رو نمیابند و شما در میافتند، شما با ما میروید. راست میگویی پسرم؟ بله مادر جان. خواهرت را هم همراه میگیریم؟ مایلش مادر، برفین و یلمز را هم میگیریم.
کنی برا تشکر اکا سلامت باش. دمانگر اگر به کفم گوش نکنی اگر یگان بیعقلی کنی با خدا رحم نکرده تو رو میپرانم راگت و پیشنی دار رابر زتا من زنی آن خائن را دزدیدم. دانسته باش که آن خائن هم در آنجاست. در هیچ کجا نیست جناب سبا. و فکرم از پی مژده رفته است. گوش کنید، از او احتیاط شوید. اگر فهمد که شما زنش را دزدیده اید به نزدتا رفته شما را همانجا بوقی میکند. با دقت باشید. بیا بس کن. غیرت داشته باشد کنی بیاید. بخونم در آمدن نمیتواند. برفین در کجاست؟ برفین؟ برفین در کجاست ابله؟ برفین در کجاست؟ من نمیدونم. پلیس برفین در کجاست میگویم. بار آخر میپرسم همسرم در کجاست؟ سدم خانم همینجا هست. مالی نوآوردی ترگوت. تکاری خودت را کن. پشلرم این دختر از ده هوا شد. البته ولی باسایش نیگر. و درون درا درایت اون گبزن ابله. برفین در کجاست؟ گبزن میگویم همسرم در کجاست؟ گبزن زنم رو در کجا پنهان کردی ابله؟ گبزن وگرنه میپرانم. گبزن گفتم. گبزن شد میگویم. من برفین رو فروختم. من برفین رو با یک فاحشه خانه فروختم. رهایم کنید. راهگر میگویم. من در بیرون چیکار میکنم؟ نباید این کارو بکردید. برای درو از نظرم دفت کنید. سردی تشما حیاتم را سوزاندی. دفشم. رهایم کنید. شما مرا بیمار کردید. شما مرا کشتید به ناموس ها. ابله وقتی که اونها را استفاده میبردی خوب بودن. دفشم از اینجا. کنی به اینجا بیا. راگر شما مرا کشتید به ناموس ها. من چیکار میکنم؟ چیکار میکنم؟ به ناموس ها. گبزن برفین را با کیف را میگویم. گبزن میگویم. گبزن مینش استو میگویم. علامتا یار دهان نگوریز احمد. یار دهان نگوریز پلید. نگوریز میگویم. دوید زودتر. خوب شد. دوید زودتر باشه. گریخته است ابله. گریخته است.
دوید زودتر برو، زودتر باشد. آن خائن را دستگیر کنید، از پسش روید. به ناموس. اینقدر شیرین رو بوده است کنی گوی چی نام داری؟ نترس دختری زیبا، من با تو کمک میکنم. چی خیلی کمک؟ کی بودنت معلوم است. خیلی گبدان بوده است. تو تیبرین میسراید. اینجا بیا. لبه گیر. دختر خیلی زیبا سوزن خانم، مثل او از گنجو نمیابید. این دفعه کمی پولی زیادتر دید. کنی از پسی کارات شو. آدم شده است و از من پول طلب میکند. با من نگر، من بغیر از تشکیلات دیگر با کسی انداز نمیسپارم. هر نفری انداز طلب کند او را با تشکیلات میسپارم، دانسته باش. نه سوزن خانم، مرا درست فهمیدید. چه خیلی انداز؟ این انداز این ماه هم از ماه گذشته کمتر است، چون که مشتریانمون این ماه کم بودند. این ماه همین قدر داده میتوانیم. برای پول را گرفتنت در اینجا امضا گذار. میل شفا. ریزا! سرده مرا، سرده میگویم، سرده. آرام شو احمق. اندازی تشکیلات رو گرفتم. به ناموسا، دشمن با خانه بداره. شما در کجا بگرده؟ اینجا بودیم جناب. رفته یابد، آن خائن را یابد. اسبت در کجاست ها؟ در آقیل است. یابد زودتر، یابد او را. تو با اون طرف. یک طرف است. زود باش. اس گبزن ابله برفی در کجاست اگر نمیکشم. گبزن استو میگویم شد، تمام میگویم. استو میگویم گبزن در ناحیه ترگوت گفتنی شخصی است، با فروش دخترها مشغول است. من از نشم او با تو کمک میکند، همه او رو میشناسم. نکش خواهش میکنم، نکش. تو میگویم مشروع شدم بمورم. رهایم کنید. کوششت بفایده از جانکم. از اینجا رهایی ندارم. رهایم کنید. رهایت کنید؟ بو بخش نمیتوانیم. این بگاه مهمون را قبول میکنی جانکم؟ چی خیلی مهمون؟ تو جا میگویی؟ سرده مرا، سرده. کشای درا کشای درا. آماده شد. مشتری اولین رو به نزدت میفرستم. نتیجه تشخیص چه خیلی است طاهر؟ حالا هم بد است. بیماریت بهتر شده است. این خیلی نتیجه خوب است. یعنی چه خیلی؟ خدا تو رو شکر میگویم. لیکن باز هم خودت رو احتیاط کن زینب. بعد از این قدر ناخوشی و این خبر مرا خرسند کرد. دیلا نتیجه تشخیص خوب بر اومد. با فکرم سیاحت شده ایستادم. خیلی خرسندم زینب. شاید همه آرزوهایم عملی میگردند. شاید فرزند دارم شوم. همین طور نیست طاهر. شاید به یگون ترس و وهم مادر شوم. انشالله زینب، انشالله.
خداوندا آنها رو خوشبخت گردان. سلام. خوش آمدید آقای فؤاد. خوش باشه. از شهر برای کودکان بازیچه و شیرینی گرفتم. براستی؟ سلامت باشه. انا بینید بچه ها به شما چه ها کردن؟ اینش از تو. تشکر. اینش برای تو. بیر جان. اینش باشه. تشکر اپادیلو. انا اینش از تو. تشکر. بگیر. سلامت باشه. تشکر اپادیلو. سلامت باشه. گیر. خدا شفا. اینش از تو. تشکر اپادیلو. این بطور. آقای فؤاد در ماشین چه میدید؟ من حوصل میونم. و خبرگیریتان اومدم و رویم نگاه نمیکنی. تعبم خیره است. چی شده است؟ تعبتون رو کی خیره کرد؟ کنی گپ زنید؟ چی شده است؟ گپ زنید. ای آقای رافع، گوی داخل چی شده است؟ شاید کمک کرده توانم. دکتر طاهر برات پسری زلال است. چی؟ نه آقای رافع، آخر او دامادتان است. های دشمنمان دامادمان شد. واه واه واه، کاری کرده ای زلال رو بینید؟ دختری حمید رو با پسرش عروس کرد. میدانید اگر آقای حمید فهمد او را جا بجا میپراند. نپراند، به من هم باور نکرد. چی خیل نکرد؟ میترسم که باز بیمار نشوید. غم و اندوه میتواند به سکته دل یا دیگر بیماری آورده رساند. السلام علیکم برادران. و علیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. به من نگرید، گیرین را یگان تحتان سلاح ها را پاسبانی کنید. گیرو. اطاعت سینان. ما در مسجد چی کار میکنید؟ آره هم نماز نخوندید، نمیتوانید. تان را گیرید احمقا، فرمان تشکیلات است. هممون باید خود را دیندار نشان دهیم. اگر یگان نفرتان از نماز گریزد به قتل میرسانم. فهمیدید؟ السلام علیکم. سینان، ایسا یک دم اینجا بیا. اینجا بیا. چی گپ رئیس؟ چی شد؟ خبرداری دکتر طاهر پسر زلال برات بوده است. خواه به خدا راست. لیکن زلال و حمید جانیت. اما طاهر با دختری آقای حمید خانه داشته است. اگر حمید فهمد دختر را زنده نمیگذاردن طرحش کاری خودت سینان. یا حمید دکتر را میپراند یا اینکه دکتر از ده پرونده میرود. ما هم از دکتر خلاص میشویم. راست میگویی، از دکتر خلاص میشویم. جنابی سبا با شما زنگ میزنند. الو لبای جنابی سبا. حمید با خونم زده در آمد. و شما گفته بودم که احتیاط شوید. ایمان این گپ ها را سینان. آن نوبکار با جستجوی همسرش رفت.
جایش را گفتم آخه مجبور شدم که گویم. بفهمی مجبور شدم که گویم. شد چرا به غضب آمدید؟ از من چی میخواهید گویید؟ حتما اون خاین رو یافتم و قتل رسان. شد فهما من از پی اون خاین میشوم. صفا بیا به اینجا بیا. آن یلمزی به ناموس به ناحیه رفته است. چاره‌اش را بین. محکم از گفتم برادر. چی کار است؟ ایستا گبزن برفین در کجاست؟ زنم در کجاست؟ و زنم چیکار کرده؟ من چی؟ پاسپانی زنید زنم در کجاست؟ و زنم چیکار کرده بگویم؟ گبزن تو را میکشم. همسرم رو با کی فروختی؟ گبزن با کی فروختی رازی؟ به آنها ضرورت نمیرسد. تو چیکار میگویی احمق؟ گبزن احمق او رو با کجا بردی و با کی فروختی میگویم؟ گبزن رازی آن حمایه تشکیلات است. گبزن همسرم در کجاست؟ کنی گوی جونکم دخترشو تبار داری؟ نه همراه بابا و بیبی هم زندگی میکنم. سوزن خانم این مرد شما رو دیدن میخواد. بیا خوش آمدی. خوش باشید. نه دست آرام شو. تو رو باری اول در اینجا میبینم. بله باری اول است میآیم. یعنی باری اول میبینی آدمی با تقدیر بوده ای. یک دختری پریچهرت رو انتظار است. خدایا التجا میکنم با من مدد رسون. ای خدا جانم رو گیر. من رو با دستی مردانی نامحرم مسپر. شرم ندار. نه خود مرد شرم دارد. شد اکنون راحت باش. او نیز مثل تو نو آمده است. در اینجا نیست. کنی گذر. گذر جانکم. راست با من نزدیک نشد. آقای رشید رشید را کی به وی رساند؟ باری هم فرزندانت را گروس نگذاشتم. پس از مرگ همسرت فرزندانت را نگاه بین نکردم. برفین تو در اینجا چیکار میکنی؟ آقای رشید التماس میکنم مرا خلاص کنه. مرا بازاری آوردن با خدا دزدیدن. یگون کس به من دست نرسونده مرا از اینجا خلاص کنید التماس. آقای دکتر بیارید او رو زودتر بیارید. آقای دکتر دمه زودتر باشد که وگر نمیمیرم. بیشتر صبر کنید. با او چی شده است؟ وی از بلندی افتیده است. از کوهی افتید. زود رو بدر اومده. زودتر باشو. زودتر باشه. زودتر
و علیکم السلام. ایست زلال، این چی کاری کرده است؟ چی کار کردم رئیس؟ سالهای دراز برات مرده است گفته همه را فریب دادی. تو چی ها میگویی رئیس؟ زلال این دختری ده پسرت برات بوده است ها؟ پنهان نکن زلال، پنهان نکن. همش دروغ است رئیس. شاید رافی ظالم گفته باشد. دروغ بوده است، دروغ است یا نه معلوم می شود. اگر رئیس از زنده بودنی برات خبر داشت شده باشد و مظلومی ده هم میگوید. زلال سرت را یافتی؟ چرا میگفتی که دختر پسرت است؟ پسرم کمی خوبتر فکر کن او را به خاطرت بیار. به خدا طاقتم تاق شد پسرم، به خدا طاقتم تاق شد. به خاطر آرام البته به شما میگویم اما که امید خیر با اجازه شما من رفته که میسر رو او را دختر یعنی برات چی کاری کرده است؟ عیبی دختر نکنید رافی. تو کارت را کن، با کاری مردها بینی نخلان. یکا باز همان گپ. به خدا عیب است که عیب است، میفهمید عیب است یکا. عیب است به خدا عیب است رافی. مرا دیوانا نکن زلک نشو. آقای حمید شما چیکار کردید؟ ها؟ چیکار کردید؟ ها؟ دخترتون رو با دشمنتون داده؟ ها؟ یکا این چی کار است؟ با رئیس هم گفته اید؟ آقای حمید او هرگز به شما باور نمی کند آقای رافع. نگرید طاقت گوش کردن هم ندارد، حتی گریخته رفت. تا کجای خواهد گریزد؟ حتما با او اثبات آقای رافع با گپ خالی کار حل نمی شود. رفته خانه زلال را کوبید، حتما در اونجا یکان چیز رو برای اثبات می یابید. من هم به جای شما می بودم رفتم یک کفتم. یعنی میخواهی من دوست برین به خانهش در آیم؟ زینب زود رفتیم دخترم. نمیتوانیم باید انتظار شویم. باز چی رو انتظار میشویم؟ چوپان‌ها یک زخمداری رو آوردند. طاهر با او مشغول است. خدایا این چه روز است؟ فوراً گریختنمان لازم زینب. مردمی ده از برات بودنی طاهر با خبر شدند. شما چه گفتید خالای زلال؟ رئیس من رو در راه داشته گفت. معلوم می شود که امکت همه چیز رو به رئیس گفته است. از این برمی آید که برات بودنی طاهر رو مردمی ده هم می داند. خالای زلال شما چی هم میگویید خالای زلال؟ آقای طاهر چطور میتواند پسر شما باشد؟ با همه این کار میکنم لیکن با تو نمیتوانم دیلا. راست است دخترم، براتی رو که سالهای سال مرده گمان میکردی طاهر است. دیلا زودتر بیا، با کمکت احتیاج دارم. دارویش رو عوض کن دیلا. دیلا با تو میگویم نشنیدی؟ شما در حقیقت براتید؟ تو هم فهمیدی؟ روید از اینجا. اگر آقای حمید فهمد شما رو میکشد. دیلا با خود بیا. از اینجا روید. من به اون مشغول میشوم. او رو به بیمارخانه میبریم. یکان کار میکنیم. التماس شما روید. دیلا با خدای حالا که بیمار داریم باید در فکری بیمار باشیم. زودتر معقول شد. این دختر رو با من میدهید، او رو میبرم. او بی صاحب نیست، فهمیدید؟ من او رو میبرم. چی گپ است؟ اینجا خانه پدرت مگر؟ چرا داد میزنی؟ او رو میبرم گفتم. چی شد؟ معقول شد مگر؟ یا اینکه به نکاح در آوردن میخوای؟ کی گفت تو را برده میتوانی؟
این فکر و حسرت برای رو با هیچ کجا نمیبری و از اینجاست و برای ما خدمت میکند. فهمیدی؟ آنقدر بیزیب هم نیست. مشتریانش زیاد میشن. آقاتون رو میکشم. این دختر خواهری من است. او رو رها کنید. فهمیده؟ رها کنید. فهمیده؟ سرده مرا بازم دست ببردارید. اشترا دست شود اینجا. دست شود. پیش برو. ترسیدی کبوترک؟ دست شده از اینجا. اگر باری دیگر تو رو در اینجا بینم میکشم ابله. در رو محکم کن. تو رو حتما نجات میدیم برفین. گبزن احمق، همسرم را به کدام فاحشه خانه فرختی. گبزن دیوانه شدی. اگر مهاجر روی تشکیلات هم تو و همه رو میکشند. پیش از تشکیلات خودم تو را پارا میکنم. پلی شد ایستا میگویم. توی وگرنه تو را زنده نمیگذارم احمق. خدا میگویم اگر یکی نکشن دارم مرا رها کن که از این جای ها گریختم. اول جای همسرم را میگویی؟ اول در کجا بودنی همسرم را میگویی؟ برای خوراک آوردم. اپا من اویله دارم. من شوهر دارم. رحم کنید. از برای خدا رهایم کنید. با من نگر و نغزک در مینه جا کن. از اینجا رهایی نداری. مایل شبه چه خیلی شما خواهید. انا همین خیلی طاعت کن. اپا در رو محکم نکنید وگرنه خودم رو در محبسیز میکنم. مایلش لیکن فکری گریختن رو نکن. دری اساسی محکم است. در بیرون نگهبان ها استادن. گریختن نمیتوانی. فهمیدی جانکم؟ خدا جون کمکم کن. من دخترم بیمارم را در دم مرگ گذاشته رفته نمیتوانم. طاهر پس چی کار میکنیم؟ تا به خود آمدن بیمار صبر میکنیم. پسر آقای رافی حقیقت را میدوند. دیگر در اینجا ماندن برای ما خطرناک است.
اینجا برات بدن طاهر رو نوشته است اکنون به دست شما در خانه من چیکار میکنید آقای رافی؟ این چی کار است؟ کنی از اینجا برایت همسایه ها یادی دیهت و خانه هم دوست در آمده سرده میگویم بیایید همسایه ها و این دیگر آقای رافی برای دوزی و خانه هم در آمده این سر دروغ میگوید چی خیلی دروغ شما در خانه هم در پیچ شرم دارید آقای رافی شرم دارید آقای رافی ایستید آقای رافی چی شده؟ چی میشد؟ برای دوستی و خونم در آمده دستگیرش کردم دیگر همسایه ها شما آقای رافی شما چی کار کردید؟ یک توبه به خانه یک زده برای دوستی آقای رافی شما چی کار کردید؟ چی کار کردید؟ نخود همین طور کنید؟ به خدا شهباز درست گفتی یک مکتوبی رو که از خانم رابعه آمده است یافتم همه‌اش در اون نوشته شده است اگر حامد اون مکتوب را بیند کار تمام لیکن یک چیز رو نفهمید صبر کنید یعنی مکتوب را غم نخورید آقای رافی این طرفش آسان است کاری کرده مکتوب را میگیریم گوش کن سینان و تو یک کار دارم تو از دکتر خلاص شدن میخوایی این طور باشد گوش کن خانه زلال در آمده یک مکتوب رو مییابید و بعد کار تمام اگر رافی این مکتوب را یابد به خدا احوالمان بد می شود خداوندا باید پیش از به سرمان یگان فلاکت آمدن برفین و برادم را گرفته گریزم سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. همین سراغ را میجویم. دیگر بس از خانه به طرف چپ کرد بعد درست. تشکر سلام. ابا جان خواهش میکنم رهایم کنه خواهش میکنم مرا سر دید ابا جان به خونه ما رفتن میخواد یارو بس کن حاضر مشتری می آید
انگشتری به شما زیدیده است دیلو. شمایید آقای فؤاد. اول خواستم به نزد کودکان روم، اما کودکان رو جواب دادیم. عمر رو هم به خانه بردم، او رو به الدو سپاریدم. فهمو. میدونم کارتان زیاد است، لیکن برای یک چیز رو پرسیدن آمده. کی خانه دار میشویم دیلو؟ اگر خواهید در حال توی میکنیم. میخوام که زود خانه دار شویم دیلو. این رو باید از یوزماس پرسم آقای فؤاد. در کجا بودنش رو گویید، من در حال میروم. نه، خودم به او مکتوب میفرستم. همین روز فرستید. میلش دیلو؟ میلش آقای فؤاد. از این پس من رو آقا نگویید. عادت کردم. بابای رحمتی هم همین طرز تربیت دادند. خیر میلش. خدا التجا میکنم او رو در پناهت نگه دار. از من خبرهای انتظار شوید آقای رافع. آن مکتوب رو میگیرید. خیر است. اکا هنی ایستید. شما چی کار کردید ها؟ در ده خبر پهن کردنتان پس نبود که باز به خانه زیرال دوست برین در آمدید. به خدا شما مرا دیوانه میکنید اکا. حالا ایستامید. با من باور میکنید که بودن دکتر را با تو اثبات میکنم. کنی بینه بعد چیکار میکنی؟ خدایا با من صبر ده. من نکنم چیکار میکنم. علی سلام اینجا بیو. بابای پدر گوش کن علی، با تو یک چیز میگویم لیکن در بینمون میموند. با کسی نمیگویی. اکنون با من خوب گوش کن. از پس اکای طاهره نظارت میبری. هر کارش رو با من میگویی. با کجایی که رود از پسش میروی. فهمیدی؟ چی شد دیلا؟ باید هرچی زودتر از اینجا روید آقای طاهر. میلش، بیمار که به خود آمد او را با تو مانده میروم. من میترسم که مبادا پیش از به خود آمدن بیمار آقای حامد نفهمم. زودتر روید آقای طاهر، التماس. من در کجایم؟ در دهه آب کلام. چوپان شما را یافت آوردم. آی دکتر اینجا بیا. من را با پایان تله دادن. کی شما را تله داد؟ کی شما را از جاری تله داد؟ کنی گبزن چقدر اینجا افتادی؟ همراه یک دوگانم از خانه گریختم. این خیل شدنش را فکر نکردم. بعد به دست این آدمون افتادم. اپا من میترسم. من را به نزد بابایم برید. میلش میبرم، گریه نکن. اپا حاضر میآیند. من چی کار میکنم؟ التماس یاری دیه. شما آسوده باشید، پروا نکنید. ما همش رو نمودیم. گذارید مرحمت. رفتیم. آوازت رو نبرون، میگریزیم. رفتیم.
زودتر اگر آگاه شوند از پیمون میشوند زودتر باش. گریخته است. گریز. نه نمیگریزم، شما هم بیایید. گریز با پست نگاه نکرده گریز. زودتر. های سگ بچه ها، دختر گریخته است. شما گوشه را نگاه میکنید. زود را کافته یابید. زودتر. اینش از کدام پیدا شد. بیاید اپا جان بیاید زودتر رو گریز من از پست میروم. درو کشو چرا درو محکم کردی به این طرف کن. با کجا رفته باشند؟ به این طرف راگر پسرا در کجاست؟ ولی به ناموس رفتیم پسرا. خدایا این چه نابراری است. برای نجات برفین وقت خیلی کم مانده است. من کیفیت شده تو بازی میکنم آقای طاهر. با غریبی عمر، لیکن سیاد نشده از جویت خیستن و بازی کردن ممکن نیست. فهمیدی؟ فهم آقای طاهر. گوش کنید، تو در اینجا، شما باشید با اونجا. ایتین تو با من بیا. گفته هایم رو فهمیدی الان؟ از یلماز خبر انتظار میشوم. شما خواطر نشوید اپی دیلا. گفتگوی مرا هم فراموش نکن. تیار شوند، آمده آنها رو میگیریم. شد خاله زیلال، اصلا فراموش نمیکنم. آلدو با کجا میرود؟ برای یک کاری خیر به یلماز خبر فرستادیم. با خیر است؟ چکل کاری خیر دیلا؟ دیلا با آقای فوهد ازدواج میکند. من هم حاضر فهمیدم. راست؟ مبارک شود دیلا. تشکر. لیکن شما فکر مرا نکنید و در فکر خودتان باشید. خواهش میکنم در این دیه ماندن شما خطرناک است. دیلا راست میگوید. کاری کرده آقای رافی را به تو گفتم پسرم. اگر مکتوب را از دستش نمیگرفتم به خدا همه برات بودنت رو میفهمیدم. شما برات هسته؟ تو چه میگویی علی؟ شما دشمنی ما برات هسته. علی ایست. علی ایست. برات هسته.
مرو شما گوش کن. مرو سردیه دپا. رفته با پدرم میگویم خونه اکم در زمین نمیموند. سردیه دپا. سردیه. گوش کن. او شب هریمان است. یزنات حساب می شود. اگر پدرم او رو کشن من هم میمیرم. تو مرگی مرا میخواهی. همین رو میخواهی. نه. اگر پدرم او رو کشن حبس می شود. یعنی هم بی اپا و هم بی پدر میمونی. تو همین رو میخواهی. همین رو میخواهی. نمیخوام اپا جون. پسرم علی تو برای چی گریه میکنی؟ هیچ پدر هنگامی دویدن افتید برای همین میگی. بله پدر افتیدم لیکن حاضر خوبم. خوب فهمو. پسرم به سرمون یکون ناخوشی نآمده بیا از دیها رویم. مکتوب در کجا باشد؟ در کجا باشد؟ در خونه یگان خیلی مکتوب نیست نو. همه جا را خوب گفتید. یک مکتوب یافتم سینا. کشو کنی چی نوشته شده است؟ همان مکتوب است. وقتی دختر با آخر رسید راه گردید بیروید. باید به اینجا نمی اومدید. من خودم چیز و چارهتان رو می بردم آقای طاهر. با بهانه گرفتن یک دو حجت باری آخری اینجا رو دیدن خواستم. آقای دکتر شما روید مرا کتاب آباد میکند. خواطر نشوید همشیره همینجاست. می رود. او رو دیگر هیچ گفت نمی بینم. دیلو به یلماز خبر فرستادم. من برای دیگر چیز آمدم. خوب هستید؟ هرگاهی شما رو بینم غمگینید یا طبعتون خیره است. سببش رو دونستن میخوام. اگر یگان مشکلی داشته باشید گویید کمک میکنم. فؤاد بیهوده کوشش نکن، کمک کردن نمیتوانی. دیلو همیشه همین خیل است. در یک کنج دلش یک سیر نهان است که درباره‌اش با کسی نمیگوید. تو نیز کوشش نکن. خیر من رفتم. آخر به هوا نپریده است که این دختر کجا شد؟ ناعهده براها از تگ زمین هم باشد او را پیدا کنید. الو. خوب شد است جناب. راستی ما این دخترها را به بیرون نمیفرستیم، لیکن مایلش دو دختر مایلش هیچ پروا نکنید. با کجا؟ با میمان خونه سرای. فهمو حاضر دخترها را میفرستم. رفته دختری نو را همراه سلما آرید. کار برآمد. دخترها را به مهمان خانه سرای میبرید. مشتری شما را انتظار است. فرمانی تشکیلات زودتر آنها را گرفته برید. چرا شک شده مانده؟ داد خانم. پیش درا کار برآمد. نه کنی را گر گفتم نمیروم. نه سرده پیش درا سرده سلاحایتان را پرتایید گفتم.
Bartoyet! Bartoyet! Barfin gurez! Sade! Agar aspasam oed, اونو میکشم. هر دویشان را دستگیر کنید. گریز بافین، گریز. داو بافین، داو. کنی بادرون درو. برادر به کجا؟ گمشوار هستم. البته جناب بکرم مرحمت بیایید. برفین به کجاست؟ کدام برفین؟ تو گفتم برفین به کجاست؟ نمیدونم. من میدونم. کمی پیشتر یک کس او را گریزان به طرف چپ کوچه گریختم. شتاب کنید آنها رو مییابید. آدمان سوزن خانم از پسشان رفتن. آقای رافع چه شد رئیس؟ چینه این نیکی هایم را اصلا فراموش نکنید آقای رافع. این را برده به حامد نشان میدهم. کنی بینه مکنان چی کار میکنی دکتر؟ بسیار میخواستم که طاهر در اینجا ماند، اما من هم در اینجا ماندنشان رو میخواستم خالای زلال. فؤاد، دیلا اول به خدا و بعد به تو امانت. او خیلی دختری خوب است، او را احتیاط کن. خاطر نشو طاهر. دیلا از من راضی باش. راضیم. شما نیز راضی باشید. من هم راضیم. چی شد الدو؟ آنقدر خبری خوش نآوردم خاله زلال. چی گفت شد الدو؟ جناب سبا باز برفین را دزدیده است. چی؟ چی ها میگوید؟ یولمز چی؟ یولمز هم نیست. با همه که داوود گپ زدم او گفت که یولمز به نزد جناب سبا رفته است. سبای خوین که میدونه دخترم را به کجا برده است؟ جناب سبا برفین را به ما فروخت. برفین دختر شماست ها؟ یعنی اون دختر برفین بوده است؟ خوینانی نابکار بیناموز استیتفو اما خواهر نداری مگر اما اینو کس بیناموز مادر و خواهر نداری تو. حالا دختر در کجاست؟ او را به کجا بردید؟ گپ زن. من مجروح شدم، لیکن نام آن آدمی که او را برد ترگوت است. دختر را برده به یک زنی با نام سوزن خانم میفروشد. برفینم رو نجاتیه، در دستی آنها نگذارید. نجاتیه برفینم را یادید را نجاتیه. داو برفین. ایستد نگرفته، ایستد نگویم. داو برفین. با شما میگویم ایستد نگویم. یکان دختر همراهی مردی از اینجا نمیگوید. من اون طرف گرفتن. تشکر.
روی جوان. از ناخوشی به سری برفین آمده غمگین شدم. نجات دادن خواهرت وظیفه توست طاهر. همین که برفین رو یافتم به شما خبر میدیم. مادرم به تو امانت. تو خواطر نشو. خدا نگهبانت زینب. راحت سفید طاهر. دمیر حالا هم به خاطر نآوردی؟ کی بودنی برات به خاطرت نآمد؟ نیامک چیزی رو در خاطر ندارم. گوش کن، یک کاری کرده به خاطر بیار، وگرنه حالت بد می شود. فهمیدی؟ حالت بد می شود. او را مجبور نکن. انا به تو اثبات برات بودنی طاهر. این چی است که؟ این مکتوب را خانم رابیه بازیلال نوشته است. برات اکا، شما راست گفته اید اکا، راست گفته بودید. من خودم سلاح دارم. شاید از تو کار نکند. دید استعدامی شما چی کار کردید؟ دادرتون را قاتل کردید. و کارهایی که به تو دخل ندارد بینی نخلان. براتی پسر زیلال، براتی دشمنی جانم، براتی دامادم تویی. بله، برات منم. در آستینم. مار را جای کردم و خودم خبر ندارم. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. دوست داشتم و دارم توی عمر دوبارم. ای زندگی هم خلق است، ای بی تو ای میدانم. در ترانه از سوز عشق تو نام داریم به قرآنی مجیدم. تو از را میرسی پا کردم وفا و یاری بی وفا. ما تو جدا رفتیم از کوهی وفا رفتیم. ما تو جدا رفتیم از کوهی وفا رفتیم. شرف قربان، روزهای نزدیک با بهترین هنرمندان تاجیکستان شرف البوم خود را هدیه می‌کند. کنسرت ها و کلیپ های بهترین برای شما. سرودهای شرف قربان و لرزه کاخ جامی را احساس کنید. سلام، من شرف قربان البوم خود را هدیه میکنم برای شما. و این چنین در مهمانی شرف سمد غنی، اکمل جمعه، حبیب حکیم، سیودی نورزاد، زویخا از نقطه های دیسک فروشی دسترس نمایید. رقم ها برای تماس 917 09 45 45
و 93 846 89 89. سلام علیکم. نام شما؟ تشریف. خیلی خوب. یک سوال. من روزبیک فیضلی رو میشناسی؟ توبه جان شیرین مکن تو جنگم چی گفتم اکنو اگر زیمان گذاشتی نشستم انتظارم تو بر نگشتی با نگاهی پرفسانم بر دلم کرده تو خورم. نگفتم همونت که روز 23 می ساعت 15 در تالار کاخ جامع کنسرت هنرمند 28 شما روزبیک فیضلی برگزار می‌گردد. ما شما رو دعوت می‌نماییم. یک سوال. یک چیپتا نمیتونه که چیپتا همش در خزانه کاخ جامع میتوانید بواسطه از اونجا دسترس نمایید. صدقه کنید صدقه. ببخشید شما ماهینه نیستی؟ یا اینکه با من خانه میخری یا اینکه جوابم رو ده. پسرم از زنت جدا نمیشوی. وای زن خور. یه روز نزدم خشا. تو مرا به این روز آوردی. جوابی مرا ده. اینقدر نان و نمکی که من به تو دادم کورت کند. تو در انهمی خانه زندگی بکنی. این پول رو گیرید و ایزند را از خانه پیش کنه. خودی حاضر خانه را خالی کن. همین است منوی زندگی. این آدم علکه وفات کرده است. منو چهر دیگر شوهری من نیست. وای در خشلاق زن دارد تو را در سرش میزند ننرمانه. پیراهه تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.